تو این بخش می‌خوایم در مورد هماهنگ کردن فرهنگ سازمان با آینده خلق شده صحبت بکنیم. همونطور که قبلا گفتیم فرهنگ سازمان یکی از ابعاد چهارگانه‌ای است که لازمه با آینده خلق شده هماهنگ بشه. فرهنگ به این معنی که ما اینجا داریم به کار میبریم شامل رفتارهای روزانه و در واقع روش‌های انجام کار ways of work که به صورت روزانه ما داریم انجام میدیم تو تعاملات با هم دیگه میشه. ما تمام تمرکزمون توی هماهنگ کردن فرهنگ روی طراحی رفتارهای روزانه و روش‌های انجام کار هست. یک اصطلاحی داریم ما به اسم موقعیت‌های رفتاری. موقعیت‌های رفتاری اون موقعیت‌هایی هستن که در واقع ما به یک روشی یک کاری رو داخل سازمان داریم انجام میدیم. مثلا چطوری ما جلساتمون رو مدیریت میکنیم، مثلا جلسات چجوری شکل میگیرن و مدیریت میشن. این جلسه یک موقعیت رفتاریه. یا مثلا فرض بکنید ما به یک شکایت چطوری رسیدگی میکنیم. شکایت مشتری یک در واقع موقعیت رفتاریه. یا ما چجوری هدف گذاری میکنیم. هدف گذاری یک موقعیت رفتاریه. ما چطوری به هم فیدبک میدیم. وقتی یک مسئله با هم دیگه داریم چطوری فیدبک میدیم. ما چطوری اختلافاتمون رو حل میکنیم. پس موقعیت کانفلیکت یا اختلاف یک موقعیت رفتاریه. ما چطور آدم‌ها رو محک میزنیم برای اینکه استخدام بکنیم. جلسه در واقع مصاحبه یا دقیق‌ترش نحوه سنجش ارزیابی افراد یک موقعیت رفتاریه. به یک معنا سازمان تشکیل شده از این موقعیت‌های رفتاری. شناسایی این موقعیت‌های رفتاری اولین کاری است که ما لازم انجام بدیم. یعنی لیست کردن این موقعیت‌های رفتاری. حالا ما توی مجموعه ازنو بر اساس یک شابلون و یک مدل‌های پیش ساخته یک تصویر اولیه داریم از این موقعیت‌های رفتاری. تو ابعاد مختلف کسب و کار سازمان بیشتر از اون استفاده می‌کنیم و در واقع کاستومایزش می‌کنیم، شخصی می‌کنیم تو موقعیت پروژه‌هایی که تو سازمان‌های مختلف داریم. قدم بعدی اینه که ما موقعیت‌های رفتاری حیاتی سازمانمون رو پیدا بکنیم. از بین موقعیت‌های رفتاری ما تمرکزمون رو میاریم رو اونهایی که اسمش رو میذاریم حیاتی. حیاتی یعنی چی؟ موقعیت‌های رفتاری که دو تا ویژگی دارن. یک، تأثیر کلیدی توی کسب و کار ما دارن. یعنی اینی که این موقعیت رفتاری چه اتفاقی توش میفته و ما به چه روشی اینو انجام میدیم تأثیر کلیدی داره توی بهره‌وری، پرفورمنس، برند و نتایج خروجی‌های سازمان ما یا تجربه مشتری یا تجربه کارکنان. از خروجی چه داخل چه بیرون، تجربه چه داخل چه بیرون. و ویژگی دوم این موقعیت‌های رفتاری حیاتی اینه که ما توشون احساس می‌کنیم ایراد داریم. ما توشون احساس می‌کنیم جای بهبود داریم. ما توشون احساس می‌کنیم نیاز به رسیدگی داریم. با این دو تا ویژگی یعنی تأثیرش تو کسب و کار من و اینی که من توش نیاز به رسیدگی دارم ما موقعیت‌های رفتاری حیاتی رو شناسایی می‌کنیم. بین 10 تا 20 تا موقعیت بیشتر از اون به یک معنا در واقع کار نمی‌کنه و در واقع تمرکز نمیشه روش انجام داد. با شناسایی این موقعیت‌های رفتاری ما شروع می‌کنیم به طراحی رفتاری، به طراحی روش‌های کار و زندگی، به طراحی ways of work'i که از اون آینده خلق شده داره اعطا میشه. یعنی از گذشته اون روشی که ما تو گذشته داشتیم زندگی میکنیم نمیاد. اون روشی رو میخواد که اون آینده داره اقتضا میکنه، همبسته با اون آینده، از جنس اون آینده هست. در واقع اون رفتار رو شروع میکنیم طراحی کردن و بعد پیاده سازی این رفتارها داخل سازمان که ما در واقع از طریق سه جنس کار، سه جنس ابتکار عمل این کدهای رفتاری طراحی شده رو داخل سازمان پیاده میکنیم. یکیش اینه که چشم آدم باید اینا رو ببینه و بهشون آشنا بشه از طریق هر روش تبلیغاتی داخلی که داریم، اینترنال کامیونیکیشنی که میتونیم انجام بدیم، پوستر، جمله است، مسابقه داستان نویسی، مسابقه عکاسی، هر طوری که حالا متناسب با فرهنگ سازمان و کانتکست سازمان امکان این وجود داره که چشم و ذهن آدما درگیر بشه با این کدهای رفتاری. تو مرحله دوم ما میریم سراغ سیستم‌های سازمان. سیستم‌های سازمان باید متناسب بشن با
این کدای رفتاری و این روش‌های جدید کار کردن که طراحی شده. یعنی اگر ما یک کد رفتاری جدیدی برای برگزاری جلسات نوشتیم، سیستم‌های سازمان، صورت جلسه‌ها، طوری که در واقع یک جلسه برنامه‌ریزی میشه باید با این هماهنگ باشه. گاهی یه سیستمی داریم که با این هماهنگ نیست، باید کنارش بذاریم یا اصلاحش کنیم. گاهی باید بریم یک تولزی رو برداریم بیاریم، یک تولزی مثل کلندر رو برداریم بیاریم، شروع کنیم سازمان جاری کردن برای این کد رفتاری پیاده بشه. یک نرم افزاری رو برداریم بیاریم، یک جلسه رو لازم حذف کنیم به کلی، یک آیین‌نامه رو لازمه ویرایش کنیم و تغییر بدیم، ملغا اعلام بکنیم، یک آیین‌نامه جدیدی بنویسیم. در واقع وارد سیستم سازی میشیم، ابزارها رو شروع می‌کنیم رسیدگی کردن متناسب با این کد رفتاری. و مرحله سوم رفتارسازی، یعنی کارگاه‌های آموزشی رو میذاریم که دانش و مهارت اون روش‌های رفتاری جدید و روش‌های کاری جدید رو با آدم‌ها در واقع تزریق کنیم. اگر مبتنی بر داده می‌خوایم تصمیم بگیریم، مثلا یکی از کدای رفتاری این شده که آقا تصمیم گیری مبتنی بر داده، لازم دوره‌هایی بذاریم که به آدم‌ها یاد بدیم چطور داده رو به دست بیارن، چطور داده رو دسته‌بندی کنن و چطور مبتنی بر داده تصمیم بگیرن. با مجموع این اقدامات ما در واقع فرهنگ سازمان رو هماهنگ می‌کنیم با اون آینده خلق شده‌ای که پدید اومده و در واقع منشأ تحول ماست.